در این قسمت میخوایم با آکورد لا ماژور آشنا بشیم. آکورد لا ماژور که مجموعاً همشون انگار با انگشت 1 2 3 و همشون هم رو باره 2 قرار میگیره. به ترتیب سیم‌های 4 3 2 گرفته میشه. به این صورت که انگشت یکمون روی سیم 4 باره 2 گرفته میشه، انگشت دومون روی سیم 3 باره 2 گرفته میشه و انگشت سه‌مون روی سیم 2 باره 2 گرفته میشه که به این صورت آی تنها نوشته میشه و ما برای خوندن از لا ماژور انگار یاد میکنیم. نوشتاری و گفتاری لا ماژور این بود آکورد لا ماژور. حالا تو قسمت بعدی به صورت عملی رو دسته گیتار این آکورد رو بهتون نشون میدم. دوستان عزیز، در این قسمت میخوایم با آکورد لا ماژور آشنا بشیم. در قسمت پیش به صورت تئوری بهتون توضیح دادم. حالا میخوایم به صورت عملی رو دسته گیتار براتون اجرا کنم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم، انگشت نوک انگشت روی سیم 4 باره 2 گرفته میشه و انگشت 2 دقیقاً زیر انگشت 1 سیم 3 باره 2، انگشت 3 هم زیر انگشت 2 روی سیم 2 گرفته میشه باره 2. توجه کنید دوباره انگشت 1 2 و 3 به ترتیب سیم‌های 4 3 2 باره 2 به این صورت. حالا من براتون تست میکنم و سیم ششم تا سیم اول پی کشیدن، تست کردن سیم‌ها. سیم ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم و اول. این بود آکورد لا ماژور. مرجان عزیز، در این قسمت میخوایم با عوض کردن 3 آکورد ر ماژور، می مینور، لا ماژور و در آخر برمیگردیم با آکورد اول ر ماژور آشنا بشیم، همراه با زدن ریتم 4/4 رومبا با تکنیک آپوگادو یا خف که در قسمت‌های پیش با اون تکنیک و ریتم آشنا شدیم. توجه کنید که اول من آکورد ر ماژور رو گرفتم و میخوایم ریتم 4/4 رومبا رو براتون اجرا کنم همراه با تکنیک. ضرب اول گفتیم به سیم بیس خورده میشه و بعد مکس داره و ضرب خفی یا آپوگادو و بعد و 3 و حالا کامل براتون اجرا میکنم ولی با سرعت پایین. 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و بعد آکورد می مینور 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و بعد آکورد لا ماژور 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و در آخر برمیگردیم با آکورد اول 1 و 2 و 3 و. فقط توجه کنید که الان من آکوردها رو عوض میکنم و ریتمم رو قطع نمیکنم که طریق اجرای صحیحش به همین صورته که ریتم نباید قطع بشه در هنگام عوض کردن آکورد. توجه کنید 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1